روانی محترم، با اجازه شما سلام خواهران عزیزم، برادران عزیزم، بعضی مواقع فکر میکنم، میگم اگر انقلاب ایران پیش نیامده بود امروز در چه وضعی بودیم؟ اگر از ایران کوچ نکرده بودیم 46 سال قبل الان چه موقعیتی داشتیم؟ مقایسه میکنم، میگم آیا اگر نیامده بودیم به اینجا انقلاب نشده بود بعضی افراد را اینقدر بهتر میشناختیم؟ شناختن همینطوری چیزی نیست عزیزم. میدونیم فلانکس پسر فلانکس به دختر فلانکس، حتی بعضی مواقع چند دوره‌شون هم میشناسیم، ولی خود اون شخصیت رو شناختن آیا اگه در ایران مونده بودیم میتونستیم اینطور بشناسیم؟ آیا اگه ما نیامده بودیم در ایران مونده بودیم همونطور که ربای بن خیام اشاره کرد امروز این تعداد تورخون داشتیم؟ آیا اگر نیامده بودیم این تعداد میلیون وجود داشت؟ 5 میلیون صبح اینجا، 5 شب رخمی اینجاهای دیگه، 12 میلیون. یادم میاد بعضی مواقع گیر میکردیم تو دل. درست تو کنیسه عبدالعزاده کسری بود صبح. خدا رحمتش کنه، عزیزا فرستادم برو باید که یکی پیدا کنی بیاد از اون کنیسه رو رفت تو چند دقیقه بعد اومد یک جوانی با خودش آورد، یک کلاهی بهش تا سرش گذاشت، یک سیستم گردنش انداخت و قدیش رو زد. بعدی میخواست بره. گفت برای چی من اینجا آوردی؟ ببخشید اصلا یهودی نبود داشته بود. خدا رحمتش کنه. لنگ بودیم. تورخون بعضی مواقع میشد به خود تابستونا مردم میخواستن برن گردش، میخواستن برن این ور اون ور. کنیسه لنگ بود برای تورخون. امروز شما یک نگاهی بکنید بودی همین را تعداد بچه ها جوانایی که میتونن تورا رو بخونن، اصلا احتیاج به میلیون‌ها بیشتر، احتیاج به کنیسه های بیشتر داریم. اگه نیامده بودیم ما امروز در حدود 10 برخواه ربای توی خود جامعه‌مون داشتیم. اگر ربای بن خیام از اسرائیل به هر دلیلی نمی اومدن که عموشون رو ببینن، ما امروز این تعداد کنار هم بودیم این چیزها رو داشتیم. از این اگرها زیاده کشیده. ولی عزیزان من آیا ما خیال میکنیم که همه اینا تصادفیه؟ accidentally it happened؟ ما خیال میکنیم که انقلاب ایران شد، ما اومدیم این جمع دور هم جمع شدیم. بعضی وقت ببخشید من خودم میگم به اشتباه خیال میکنیم که همه چی اتفاقیه، همه چی از یه جایی نوشته میشه. هر کسی یک معمولیتی داره. در پارچه شما خوندیم دو هفته قبل موشه میگه من الکن یعنی I cannot speak، نمیتونم حرف بزنم، زبونم میگیرید، زبونش رو آتیشی که مونده بود میگیره، نمیتونست حرف بزنه. خدا من میگو برو بفرو فدا قوم من آزاد کنه. هی میگو من الان سپاتنیم، انی الان سپاتنیم. خدا باید جوابش چی داره؟ نیستم پیدا گفتم خیلی بزرگترین ناوی دنیا بشیم. یه چیز خیلی کوچیک رو میخوام اول بدونیم، چه کسی این دهان رو گذاشته برای انسان؟ چه کسی این قدرت کلام رو داده؟ یا چه کسی انسان رو لال کرده؟ پیگه یخ او ایره، چه کسی نور میده به چشمی که ببینه؟
چه کسی جلو اون نور رو میبنده؟ الو گفت تو داری اشتباه میکنی. من میخوام مخصوصا تو با همین زبان الکن ببینی این محمودیت انجام بدی. حسابهای خدا رو خدا میکنه. بعضی خدا میخواد یک محمودیت رو حتی از طریق یک شخص بیمار نشون بده. خدا میخواد نشون بده که همه چی در قدرت اوه. شاید خود اون شخص نمیفهمه، متوجه نمیشه، اما بنده کمترین فکر میکنم لعبی روی متوجه میشه که حتی در بیماری او یک معمولیته، یک میشن او دفعه یک رول مدل میشه. اون یه سوری اون را قبول میکرد با خودش، برای چی؟ برای که میدونست که تحت امتحانه، زیر آزمایشه. شما فکر میکنید موشه وقتی میره پیش شفقان ناراحت نبود؟ هر باری که زبانش میگه ببخشید یک کلمه رو بگه ناراحت نمیشه. آیا خدا چه کار داشت؟ لحظه که اصلا چنان کلامش فصیح بشه، درست بشه که هیچ کس نتونست او صحبت کنه. خدا گفت من میخوام اینجوری بگم. تو خیال میکنی این عیب توه، میدونم ممکنه زرش میکشی، اما یه استفاده بشه یه چیزایی که خدا میدونه. هیچ چیزی از زمان روی اکسیدنت نیست، اتفاق نیست. هر قدمی که برداشته میشه، اگر امروز به اینجا رسیدیم با خشن خیال نکنیم اکسیدنت میشه، حسابش خیلیه، تو خدا میدونه. فقط باید فهمیم، باید درک کنیم که ما تابع خدا هستیم. خدا ما رو به این دنیا میاره به هر صورتی که او میخواد، به هر حالتی که او میخواد، اما ما نباید معمولیتمون رو فراموش کنیم. یعنی اینجور میدونست که با وجود اون کسالتی که پیدا کرده باز این معمولیت به معمولیت چند خیلی بزرگه. معمولیت کوچکی نیست اصلا. 25 سال در اون حالت همینطور که صحبت شد قبلا با اون قدرت نشون بده که همه چی انجام بده، همه چی رو خدا تعیین میکنه. He writes the destiny. اون خداست که می نویسه که چی باید بشه، امروز الان چیکار باید بشه، بلکه بشه نه به قدرت خداست و فقط او میدونه چرا. لبیان نفهمده، پس خودشون آماده کرده بود برای این معمولیت. شاید بهش رسیده بود، نمیدونم. همینطور که گفتم آقای ادی گفتم احرام زنده باشه پسرش، این قدرت نمیتونه همین کس داشته باشه. آدم صالح هم نمیتونه همچون قدرت داشته باشه. از کوچکترین ناملایمی ما گله میکنیم، شکایت میکنیم، با وجودی که اینو هم داریم. چرا امروز انقدر گرم شد؟ چرا امروز سرد شد؟ چرا این ما کار من اینطوریه؟ چرا کار من یواش شد؟ چرا دستم درد میکنه؟ چرا انگشتم اینطور میسوزه؟ چرا؟ من نمیگیم ما، ولی یک بار گفت، یک بار گله کرد، یک بار شکایت کرد. توی که آقا میگه برای رسیدن به هر جای یک درجاتی. کسی که میخواد به درجه تورا برسه، پیرکی آقا میگه باید 48 صفت رو داشته باشه بهش برسه. شروع میکنه میگه ابتدا باید بخونی تورا، بعد میشنا باید ترجمه شو بخونه، بعد بشین تفسیرها شو بخونه، و بعد ما همینطور میگه این میخوام وقت نگیرم، اگه وقت فرصت کردید بخونید. یکی از چیزاش چیه؟ که باید یه سوری که قبول کنی یه سوری، اون وقت به درجه تورا میرسه.
یک جواب میده. میگه اگه قبول کرد یعنی اینکه از جانب خداست، یعنی اینکه یه مأموریتی داره، یعنی خداوند یک منظوری داره. اون وقتی که به درجه بالای توبه میرسه، اگه تمام اون 48 تا رو بخونید، به نظر من برای دیگران داشت رسیده بود اون درجه بالای توبه، بشتو با هم حده اشتباه که غیر از خدا چیزی نداره. میگن اگر ایمان داشته باشی، اگر راه خدا رو ببری، خدا رو میبینی، شرکت رو میبینی که قدرت خدا چیه. اون وقتی که به یک درجه دیگه میرسه. یوسف مصدیق توی زندان کجاست؟ سیاه‌چاله، در سیاه‌چاله افتاده، 12 سال تو زندان، یعنی پایین ترین سطحی که یک بشر باشه، بخصوص در این زمان. یه خواب یاد کله فرعون، بیدار میشه، ناراحته، هیچ کس نمیتونه آرامش کنه، هیچ کس نمیتونه تعبیرش کنه. یک وزیر میگه من همچین شخصی رو میشناختم تو زندون، تعبیر خوبی کرد، میگه فوراً بیاریم یوسف رو میارم. عزیزان من، از اون زمانی که یوسف رو از توی چاه در آوردن، از توی زندان آمد پیش فرعون، تا وقتی که به صدارت عظما رسید چقدر وقت گرفت؟ 1 ساعت، 2 ساعت. از پایین ترین درجه که انسان میتونه باشه به بالاترین درجه برسه 2 ساعت، 1 ساعت. خدا میخواد چی نشون بده؟ میگه من بلند میکنم، خدا نخواسته من پایین میارم. همه چی در ید با قدرت منه و همه چی هم از روی حساب. یوسف فکرشون نمیکرد باشه وقتی که خوابید که فردا میخواد صدراعظم دنیا بشه، نصف دنیا بود، مثل امروز آمریکا، ابرقدرت زمان. ولی همه چی از جانب هشم، همه چی رو خدا میدونه. اون ایمان را داشته باشیم که بتونیم درکش کنیم. انسان بسیار شدید متواضع، هر بار که میدیدیش چنان با محبت، چه روزایی که سالم بود، چه زمانی که بیمار شد، بعد از اون قوی ولی متواضع، با خوشرویی نشون میده. اینجا گفت در یکی از ادارات که رفته بودم برای عبادتش، چیزی که داشت مینوشت، یه چیزی نوشت، به 2 زبان مینوشت، من انگلیسی باز. من اشاره کرد که بخونم. میدونم نوشته چرا زحمت کشیدی. هر وقت گرفتم پیشش، خودشو بیدار میکرد اصلا. من در مراسم لوایت و فرودگاه گفتم، شاید یه ماه قبل بود که رفتم به حیادتش و دخترش بکوش بود. بعد گفت که خیلی زیر دخترش سعی کرد که دلگرمی بهش بود، سعی کرد که بهش دلگرمی بده. من گفتم که آقای بلنس میتونیم تصمیم بگیریم. مثلا که نگاه میکرد دستش را بود کنم، گفتم میتونیم فشار بدیم، فشار داد محکم. این اراده بود.
این اون ایمان بود عزیزان، بلا اون دست نمیتونست قدرت داشته باشه با این همه بیماری. این یک نیروی دیگه بود در وجودش. حتی با یه هفته قبل در بیمارستان رسید، رفتم تو اتاقش، چشمش بسته بود، گفتن خیلی باز نمی‌کنه. گفتم آقای لورنس، دیدم چشم باز نگاه کردم، خود باش صحبت کردم. ببینید اگه از این داستان ها بخواهیم بگیم زیاده. من که نمیدونم، من که زبانم قاصره. سخنرانایی دیگه گفتم یا دیگه میتونم بگم من کیم که درباره او صحبت ولی یه چیز رو بدونید، یک انسان فوق‌العاده‌ای رو خدا فرستاده بود. درسته که با نفسی، با سفرین، درسته با عذاب، ولی خوب نگاه کنیم این از جانب خدا آمده بود. امروز هم پیش خداست. در پیشگاه شیخ ایستاده، سربلند، مأموریتش تمام شده. امروز روی تخت خوابش نیست، وسایل بهش وصل نیست، دارو لازم نداره، سالم در پیشگاه شیخ ایستاده، امتحانش رو انجام داده، مأموریتش رو انجام داده. چی یادون بگیم؟ ایمان. بدونیم که هیچ چیزی که در دنیا هست و هر چیزی که پیش میاد از جانب هستی بده تصادفی نیست. این هم قبول کنیم. اگر خدای نخواسته کسی بیمار میشه تصادفی نیست. ایسان دلاتا گفت تو تورا همش دست منه. انی اشم رفقا تو تورا یه پارچه دو پارچه دیگه تو برشالله میگن انی اشم رفقا، من رفقه تو هم، من دکتر تو هم، یعنی من شفا دهنده تو. اصلا دست خدا. اگه هر چی میبینیم دست خدا از ما چی نخواهد؟ ایمان مثل لحظی. خدا از ما چی نخواهد؟ پاکی دل، پاکی چشم، پاکی خیال. خدا از ما چی نخواهد؟ انابا، تواضع، فروتنی. خدا مشهد وقتی تعریفشو میکنه چی میکنه؟ میگه مشهد بزرگترین نابیه، نابی نبوت ایشته. یا مشهد میدونم قد و بالای خیلی خوبی داره، یا سخنران خیلی خوبیه، نمیتونه حرف بزنه. چی میگه درباره مشهد؟ مشهد انام معاد یکل ها آدمش بفهمتن. بخواد خدا تعریف مشهد رو کنه، میگه این متواضع ترین شخص رو میزنه مشهد رو. یعنی همینطوری. من فکر میکنم که یه ذره‌ای سر همه جان، اما وقتی ایمان داریم که همه چی از جانب خدا، وقتی که ببینیم خداوند بازم فرستاده برامون استعدادهای زیاد بارو داشتیم. این استعدادها میشد میتونست توی ایمان کشف بشه، میتونست بیرون بیاد. امروز بارو خشم خدا را در یک درجه قرار داده، اما شاید این یک امتحان بزرگه. سعی کنیم از این امتحان درست بگیریم. نه این تصادفی شد، خودمون کردیم. کخی و اوزن یادی اصلا یه تخیل زن من خودم انجام دادم. همش از روی حساب ایمان داشته باشیم، ایمانمون رو قوی‌تر کنیم، دلهامون رو پاک بکنیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، خوب همدیگر رو بخواهیم، اصلا مهمتر دعا کنیم. دعا کنیم برای ملتمون، دعا کنیم برای کشورمون. عزیزان امروز نهر لیویان در هرزتی مدفونه، ولی اونجا چیه؟ جسم خودشون بالاست. توی
ناوی چی میگه توی هفتاره که میخونیم؟ میگه میان همه دشمنان میخوان تو رو از بین ببرن. سیبیگوت یروشلایم، اطراف یروشلایم میان، قوم زیاد، تو نمیتونی کاریش بکنی. خدا میگه این وقتی که خودم باید انجام بدم. میدونی چی میگه؟ میگه شیخینا میاد روی هرزتی مانسته. بخونید؟ میگه میاد روی هرزتی مانسته تا از اونجا تمام این دنیا را تکون بده و تمام دشمنات را از بین ببره. و چی میگه هرزتی؟ باید جای مهمی باشه، نه؟ باید جای مقدسی باشه. حقو دارم؟ اما عمر در شیخینا با الهرزتی بابای میگن از اونجا به تمیدش میده میشه. اصلا شاید گنهدن زیر همونجا، گنهدن تو آسمون که نیست که خود رو اشتباه نندازیم. مگه توره چی میگه برای گنهدن؟ میگه 4 تا رود ازش میومد، یکی به آفریقا، یکی به کجا، باید رو زمین باشه که گانوز ما نمیتونیم بگیم. شاید همون. اما از همه اینا مهمتر درسی که میگیریم راهی که دریدن، راه کمک به دیگران، حتی در هر شرایطی، حتی در بیماری. خدا نکنه کسی بیمار میشه، این در همتون تن سالم بتونید کمک کنید به دیگران. امروز در ایران یه انسان فوق‌العاده، یه انسان مخصوص در بین ما نیست دیگه. در پیشگاه خدا سر بلند و میتونه جواب خدا رو بده و در روی پاکش روی راستگی میکنه. و همسرشون هم تسکیه میگن آمده بکنم. چند وقتا پیش بوده رو اومدم به خانم گفتم میدونیم بعضی وقتا هیچ چیزایی میشنم، بعضی یه گله هایی دارم. میبینم یکی میگه من خسته شدم از بیمار نگه داشتم. چطوری میشه؟ کارگر بیشتر بیاریم، ریحب بره. گفتم من وقتی اینا رو میبینم نمیدونم چی رو بی اختیار به فکر آنچه بکنم. یک بار نگفت خستم، یک بار نگفته دیگه نمیتونم. من نمیدونم شاید یک انرژی بود که با میداد به همسرش، ولی این انرژی هم از جانب خدا در تمام مدت در هر شرایطی او پروش بود، همسرش پروش بود. به این دلگری میشید زندگیش رو روشن میگه که عاشق همسرش بود. و اونجا بخونم تسبیح میگیم. امیدوارم که خداوند بعد از این خوشی ها رو بکنه، همه بچه ها رو نگاه ها رو ببینیم، نتیجه ها بیان و یاد او همیشه خواهد بود. به پسرش ارام که اینم یک زخوت بزرگی بود که همچین شبایی فرزند او در بین جامعه ما باشه. آدم شب درباره پدرش صحبت کرد. وقتی سخنرانی میکنه، وقتی شعور میده، اگه گوش کنید ماشاءالله کسی که با خداست، همون ایمان، همون راه پدر، همون کارهایی که پدر کرده، خدا نگهدارش باشه، بهش تسبیح کنید. آمین. به دخترهاش آمده عروس عزیزم، به امیلیا عروس عزیزم، پاملا، ونزا، به داماداش، به نوهاش. میدونید در یک نتیجه هم دید. به این نتیجه رو ما با هم شریک بودیم. به برادراش که اونا همیشه در کنارش این اتحادی که اینا داشتن و دارن. به احمد خیلی وقتا میبینی نیست، نمیتونی ببینی، نمیتونی پیدا کنی. متحد فرق نمیکرد او در چه حالته، همه با هم یکی، به یک صورت، به خواهرهاش که چقدر دوستش داشتن.
شاید باید بود که اول به مادرش تسلیت بگه. ایش مادر دار نمید، ایش پدر و مادر دار نمید، ولی باز هم میگم همه چی از جانب هشت. هر اتفاقی میفته تصادفی نیست، یه حرفی توش هست، یه منظور توش هست. به همه فامیلشون، به همه دوستانش، به همه جامعه تسلیت میگم. اشاره باید از این روزهای شادی و خوشی باشه و بعضیشون با کمک خدا به نشمت سرور تولید میشونه، نجات باشه. اصلا مهمتر تمام ملت اسرائیل با هم متحد باشن. یونیتی این چیزیه که اصلا بیشتر لازم داریم. با خدا شکر این بخشی وقتی گرفتم انشاءالله در شادی های Привязаниями накачанными, отца, который проводит такой систему. И как и говоря, инсан год, что не имеет на его знать, кто я, Тура, я, Дир.